جلو بریم یکم روی این پل قدم بزنیم ببینیم چه خبره. شهر خیلی بزرگی ها، به ما نشون بدم. این هم شانس مایه. بله دیگه بریم آبشار بریم. اگه من یه دونه از این دوستان عزیزم سلام، خیلی مخلصیم آقا. امروز اومدیم با قسمت جدید ماینکرافت. چون هنوز زیاد بازی نکردیم و وارد نیستیم، فقط میخوام یکم گشت و گذار کنیم در شهر ماینکرافت که من نمیدونم اسمش چیه، اصلا نمیدونم اسم داره یا نه. این در باز میکنیم. این هم شهر ما. بچه ها ماینکرافت من از وقتی که دانلود کردم واقعا عاشقش شدم. بازی خیلی هیجان انگیزیه. همینجوری بریم یکم گشت و گذار کنیم و چیزهای تازه تر یاد بگیریم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید و اگر اطلاعی از بازی ماینکرافت دارید توی کامنت بهم بگید. هوا تاریک میشه و زامبی ها وارد میشه. موقعی که شب میشه زامبی ها میان و به ما حمله میکنه. خوبیه این بازی اینه که میتونی تغییر حالت بدی. من الان روزش کردم، ببینید چه پل بزرگیه. حالت پرواز بذارم که کارمون سریعتر بره. جلو بریم یکم روی این پل قدم بزنیم ببینیم چه خبره. شهر خیلی بزرگی ها، ببینید شما شهر رو ببینید، خیلی شهرش بزرگه. از همینجا بریم پایین ببینیم که چیه. میتونید اینا رو بکنید و دوباره جایگزینش بکنید. بریم یکم گشت و گذار کنیم. حیوان داره که میتونید اون حیوونا رو بکشید و به غذا شما استفاده کنید. چه صدایی اینجا میاد؟ یه حیوان این طرفا هست. ببینیم که چیه داره صدا میاد. کریستالا رو میبینید، اینا شیشه است. تونل کریستالیه، خیلی بامزه است. حالا بدشانسی اینجا یه حیوان نیست که من به شما نشون بدم. این هم شانس مایه. خب بچه ها بریم ببینیم که اصلا حیوانی پیدا میکنیم که بتونیم عنوان غذا ازش استفاده کنیم. چون یه صدا داره میاد ولی نمیدونم. آها این چیه؟ این خرسه متاسفانه بچه ها. ولی و اگه من سر به سر یک لقمه چپم کنه و من چون چیز ندارم وارد نیستم کارو نمی کنم. اینجا ببینید این گاوام ازشون واقعا میترسم. واقعا از گاوا میترسم و بریم داخل این خونه و فعلا میبندیم. چیه؟ گاوا من که کاریتون ندارم بابا. بریم یه نقشه لودینگ بشه. خب بریم توی این کلبه ببینیم چه خبره. بریم داخل این کلبه ببینیم چه خبره. اگه درش باز باشه یکی این کلبه رو سر میشه. چه خیلی آپشنال زیادی این بازی. این کلبه ببینید مثلا الان در نداره. من میتونم واسش در بذارم و اون در رو باز و بس بکنم. بله دیگه بریم آبشار بریم. اگه من یه دونه از این کار الان خراب بکنم این آب همینجا راه میفته سرازه میشه و شهر ماینکرافت این نابود میکنم. من این کار رو نمی کنم. این ساختمون چیه؟ اینم که اینا چیه بچه ها؟ من تا حالا اینا رو ندیده بودم. ببینم اینا رو اگه بزنیم چیه اینا چیزی معلوم نیست. چه تغییر دیدن هم داره که اگه بخوای ببینید شخصیت ماینکرافتتون چطوریه. من اینجا آتیش نگیرم ببینید اینا چیه خونه رو میبینید. تغییر دیدن شده این منید. این اسم واسش بذاریم. این هوشنگه، آقا هوشنگ. ببینید مثلا من اینجا رو که میکنم میزنه. واو اینجا آب بود. بچه من دوربینو به همون اول شخص برمیگردونم. اینجوری اصلا راحت نیستم.
داستانش خیلی زیاده. این کلید آواز مثلا خودشو باشه در میبینید صدای زیاد نمیزنه که من به گوش شما برسه. من میرم یک شهر دیگه، یه شهر دیگه که نه، یک به اصطلاح منطقه دیگه. خیلی زیاد شهر روستا داره و میتونید شهر روستاتون رو تغییر بدید. اگه همینجوری راهتون رو بگیرید و برید به شهر روستاهای مختلفی برخورد میکنید. واقعا اصلی منه، البته همش مال من بدون شب شده. ولش کن دوباره روز بشه. همه این صدای آب زهر مار. بریم یه منطقه دیگه، منطقه برفی. نه من میخوام برم بالا ببینم چیا میتونم پیدا بکنم اینجا. نقشه لودینگ بشه بچه ها. این ایروره که بعض وقتا میاد نقشه داره لودینگ میشه که بهتر نقشه رو باز کنم. داره ببندم حیوانی کلبه های این چی داره. الان من 6 تا سکه بزنم و چجوری سکه هم رو زیاد بکنم. من میتونم این حیوانه رو گوسفند اینجا کسی اینجا کجاست؟ اینجا یه کلبه دیگه هست که من اگه این دیوار رو خراب بکنم چیزی نیست. بریم کم همینجوری گشت بگذار. زهر مار خفه شد دیگه. بریم داخل این ساختمون چند طبقه. اگه در داشته باشه در آره در ورودیشو را پله هاش که باید بره به تو آب افتادم. خور میاد اینجا خیلی بی ملاحظن نمیشه. چرا صدا آب میاد؟ اینجا یه اتاق دیگه است. من اول شخصش کنم اینجوری زیاد رو نمیستم. خروجیش کجا بود؟ من از کجا اومدم تو؟ زهر مار بابا صدا نده دیگه. یعنی چی؟ در خودش بسته شد. اینجا آبه. آسکان همین بچه ها گشت ویدیوهای بعدی راجع چی باشه. زیاده من برم به همون ساختمون اولیه خودم. بچه‌ها امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید. خیلی دوستتون دارم. نظرتون توی کامنت حتما بهم بگید و من زیاد ماینکرافت رو وارد نیستم، بهم